یک صحبتی شنیدم از علی دبیر که واقعا قلب من شکست. این آقا که چه عرض کنم این جغد صفت آمد و صحبت کرد و گفتش که خانواده های جاویدنامان ما که در 40 بچه هاشون دف میزدن و دست میزدن، میگفت اینا شادی دارن میکنن. یکی نیست به این آقا بگه که، دوباره گفتم آقا ببخشید عادته، من دوست ندارم بی احترامی بکنم در حال صحبت کردن، ولی این جغد صفت، این واقعا، یا بهتره بگیم دیو صفت، این موجود هرچی از اسمش آدم نیست و آقا هم نیست. باید بدونه، یکی باید به این بگه آخه احمق، در این دوره زمانه که دوره هوش مصنوعی است، تو هنوز بیهوشی، اینقدر احمقی، یا خودتو زدی به احمقی و این حرفا رو میزنی که شاید برات یه ویلای دیگه در یه جای ایران بگیرن. حتما همینطوره، چون نمیتونی اینقدر آدم احمقی باشی. تو فکر میکنی این خانواده ها خوشحالن که بچه هاشون مرده؟ پدر مادرشون مرده؟ برادراشون، خواهراشون مردن؟ تو واقعا فکر میکنی اینو از خوشحالی دارن دف میزنن؟ نه، اینطور نیست. اجازه بده که برات توضیح بدم که روشن بشی. این خانواده ها و ایرانیان در کل دارن با این کارا با شما مبارزه میکنن و عقاید فاسد شما دارن مبارزه میکنن. شما دوست دارید که این مردم بیان و فاتحه و نماز و آخوند و نوحه و اینا بخونن و اینا دیگه نمیخوان این کارو بکنن و از طریق زدن دف و دست زدن دارن یک نوع مبارزه با شما میکنن. برای همینه که تو میبینی اینها این کارا رو دارن میکنن. اصلا خوشحال نیستن. چطور میتونن خوشحال باشن؟ وقتی قلبشون رو از دست دادن چطور میتونن خوشحال باشن و شادی بکنن؟ واقعا زیر دست چه کسانی افتادیم؟ چه کسانی در رأس کشور برای ما ریاست میکنن؟ ایشون ریاست فدراسیون کشتی ایران رو به دست داره. متاسفم برات که آدم بی‌عقلی هستی تا این حد با این حرف زدنت. و فکر نکن این ویلاها و این ثروتی که بهت دادن ابدی خواهد بود. به زودی همه رو باید پس بدی و بعد فرار بکنی از ایران. هیچ جای دنیا هم که راهتون نمیدن شما رو. باید بری افغانستان، مگه اینکه طالبان به شما پناهندگی بدن. هر جای دنیا برید ما شما رو پیدا خواهیم کرد. هیچ جا نمیتونین قایم بشید. کار شما تمام شده. ولی به خاطر معرفت کشتیگیران هم که شده